في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا. در آیاتی که در هفته گذشته خواندیم و مختصرا ترجمه و تشریح شد، در ارتباط با مرد مؤمنی که برای دفاع از موسی علیه السلام قیام کرد و فرعون و فرعونی ها را تذکر داد، برای اونها موعظه بیان فرمود. آنچه که خواندیم پایان اون قصه بود. اما در پایان اون قصه الله تعالی این مطلب را فرمود که اون مرد حق را، اون مرد مؤمن را، اون خیرخواه دین را الله عز وجل حفاظت کرد. فوقاه الله سیئات ما مکروا. و فرعون را با اون دبدبه‌ای که داشت، با اون به اصطلاح مردم کبکبه‌ای که داشت، الله تعالی فرعون را به عذاب گرفتار کرد. اما عزیزان، این مطلب را خدمت شما عرض کنم که در این آیات الله تعالی 3 نوع عذاب برای فرعون و فرعونی ها بیان می فرماید که برای اکثر مجرمین ظالمین این هر 3 عذاب هست، یا اگر هر 3 نباشد 2 تا از این عذاب ها هست. اینجا 3 عذاب بیان شده. یکی عذاب در دنیا که این لازم نیست برای هر کافر و هر مجرمی باشد. یکی عذاب در دنیا و یکی عذاب در قبر که نام دیگرش هست برزخ. عذاب در قبر و سوم عذاب در آخرت و عذاب در جهنم. این را تأکید می کنم و در این آیات برجستهش می کنم به این دلیل که بعضی ها هستند، بعضی ها به اصطلاح نواندیش ها، که خودشون را حتی در رابطه با قرآن مجید از دیگران مقدمتر میدانند. میگویند ما اهل قرآن هستیم. خیلی هستند که خودشون را اهل قرآن میدانند اما احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را انکار میکنند. اینها منکر عذاب قبرند. اینها میگن در قرآن ذکر عذاب قبر نیامده و میگویند در احادیث که آمده احادیث را ما قبول نداریم. علیاذ بالله. میگه احادیث را بعدی ها درست کردند. حالا اینا که احادیث را، این که احادیث مملو هست از بحث عذاب قبر او بماند، اما در قرآن مجید چند جا عذاب قبر ثابت است. یکی اینجاست. این را میخواهم از این بابت برجسته تر بکنم و خدمت عزیزان عرض بکنم که اونهایی که انکار میکنند عذاب قبر را و فکر میکنند ذکر عذاب قبر در قرآن نیست، در قرآن هست. اینجا عنایت داشته باشید، الله تعالی 3 تا عذاب بیان میفرماید. یکی را در هفته گذشته خواندیم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. برای فرعون و آل فرعون بدترین عذاب نازل شد.
اون عذاب چی بود؟ عذاب غرق. الله تعالی در دریا غرقشون کرد و موسی را و مؤمنین به موسی و به الله را الله نجات داد. دومین عذاب اینه که ما میخوانیم النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش بر این فرعونی ها صبح و شام عرضه میشه، یعنی علی الدوام، به صورت همیشه اونها جلوی آتش گداخته میشوند، سوزونده میشوند. جلوی آتش مثل بلا تشبیه کباب را چطور گوشت را جلوی آتش میبریم و کباب میکنیم، اونها جلوی آتش کباب میشوند. این دوتا. و سومی الله میفرماد و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ای یقال ادخلوا، روزی که قیامت برپا بشه از سوی پروردگار دستور داده میشه، گفته میشه که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را در سختترین عذاب داخل کنید. پس در وسط این عذابی که صبح و شام یعنی علی الدوام بر اونها عرضه میشه چیه؟ این عذاب در قبر، در برزخه. حالا در همین قبری که ما بالاخره چاله میزنیم و انسانها را دفن میکنیم، ما هم دفن میشیم، این هم قبر است، اینجا هم عذاب هست که جسم انسان اینجا هست، و اونجایی که روح میره در عالم برزخ اون هم قبر هست. قبر اصلی اونه، این هم قبر. الله عزوجل اونطور که اعتقاد ما اهل سنت هست، الله عزوجل وقتی که عذاب بده، خدای نکرده یک انسانی را، یک مجرمی را، هم جسمش را عذاب میده هم روحش را. الان به چه کیفیت جسم و روح را الله قادر بدون برگردوندن روح یا ارتباط روح داره با جسم، اون بحثی است که اهل علم اختلاف دارند، من به اون سمت نمیرم. ولی این اعتقاد ماست که هم جسم عذاب داده میشه هم روح عذاب داده میشه. در تفسیر این آیه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید که ارواح فرعون و فرعونی ها در کالبد پرندگان سیاه رنگ و بدشکلی، ارواح اونها در اونها قرار گرفته و صبح و شام بر آتش عرضه میشه، یعنی صبح و شام اونها را عذاب میدن، شکنجه میدن، جسمشون هم مطلع میشه از اون عذاب. همون طوری که در رابطه با شهدا می آید، در ارتباط با شهدا می آید، الله تعالی در قرآن می فرماید شهدا را شما مرده نپندارید، اینها زنده هستند. اونجا هم در حدیث آمده، در سنن ترمذی هست این حدیث، که ارواح شهدا در کالبد پرندگان سبزرنگ و زیبا شکلی زیر عرش الهی در قندیل‌های جاهای بسیار خوب و زیبای جای داده می شوند، اینها می روند تو بهشت سیر می کنند و لذت می برند. و اهل تفسیر میگن معلوم میشه از این دو روایت که اون کالبدی که برای روح انسان تعیین میشه بر اساس اعمال انسان، یا زیبا هست یا بدشکله. اگر اعمال زیبایی داشته باشد در دنیا، اون پرنده هرچی هست او بسیار زیبا هست. اگر اعمال مثل فرعونی ها بد باشد او بد شکل است. و در حدیث دیگری هست در صحیحین، در بخاری و مسلم، که انسانی وقتی که فوت میکنه، چه نیک باشه چه بد، در عالم برزخ صبح و شام اون جایگاهش به اون نشان داده میشه. اگر جهنمی هست جایگاهش بهش نشان داده میشه این جایگاه تو است، انسان زجر میکشه. اگر بهشتی هست بهش داده میشه که جایگاهش، این انسان لذت میبره. علاوه از این که اونجا هم در عالم برزخ یا لذت میبیند یا عذاب میبیند او به جای خود، ولی این جایگاه ها بهش نشان داده میشه. لذا از مجموعه این احادیث و این آیه همین مشخص گردید که بعد از این که انسان میمیرد و روحش به عالم برزخ در عالم ارواح منتقل میشه،
که قبر اصلی همون هست، اونجا انسان یا لذت میبیند اگر صالح است، و اگر خدای نکرده طالح و بد است اونجا شکنجه میبیند. اینجا همین اشاره شده، بر اساس اعمال شکنجهش زیاد هست یا کم است. اما چون فرعونی ها با حق و اهل حق مبارزه کردند، الله تعالی می فرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش جهنم بر اونها عرضه میشه صبح و شام. یعنی اینها آتش جهنم، نه آتش عرضه میشه صبح و شام. این در عالم برزخ است. این دومین عذاب. و سومین الله می فرماید و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روزی که قیامت قائم میشه و قیامت برپا میشه، از سوی پروردگار اعلام میشه و دستور صادر میشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را داخل بکنید در سختترین عذاب. این اشد العذاب را قرآن نفرموده، الله بهتر میداند که این بدترین عذاب و سختترین عذاب چی هست. الله تعالی برای این بیچاره هایی که با انبیاء الهی، با حضرت موسی و هارون مخالفت کردند، الله تعیین کرده. و بعد از این تا اینجا اون قصه فرعون و قصه مؤمن آل فرعون تمام شد. اما بعد از این چون بحث عذاب آمد، هم عذاب در دنیا، هم عذاب در برزخ و هم عذاب در آخرت، حالا الله عزوجل یک گفتگوی را، یک جر و بحثی را، یک منازعی را و یک درگیری را از قیامت و از صحنه اون روز بیان می فرماید. این را چرا نقل می فرماید؟ شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد که اینهایی که میگویند در روز قیامت به عذاب گرفتار می شوند، خب اینها در دنیا بالاخره منسلک بودند، مرتبط بودند با یکی، مثلا بت پرست ها با بت‌های خودشون، البته با خود بت‌ها که مرتبط نبودن، با یک سری بزرگانی که اونها فکر میکردن. چون که بت پرست ها در واقع اون بت‌ها را عبادت نمی کنند، اون بزرگانی را که بت اونها را درست می کنند. مثلا در قرآن کریم آمده در زمان سیدنا نوح علیه السلام 5 نفر از صالحین بودن، اینها وقتی که فوت کردند بعداً بت‌های اونها را درست کردند. اونها اعتقاد داشتند این بت‌ها را که ما درست می کنیم در واقع چون به شکل اون بزرگ را ما عبادت می کنیم. پس بت پرست ها اون بت‌هایی را که عبادت میکنن فکر میکنن ما با اون بزرگا که اینا بت‌هاشون، بعضی وقتا بت‌های انبیا را هم درست میکردن. در روایت ها میاد بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه مکه مکرمه را تصرف کردند و خانه کعبه را از وجود بت‌ها پاک فرمودند و دستور دادند بت‌ها را ببرند. تو این بت‌ها بت هبل که بت حابیل فرزند شهید آدم هست، بت هبل هم بود، بت ابراهیم علیه السلام بود، بت اسماعیل هم بود. اینا بت اونها را هم درست کرده بودند. یعنی گویا ابراهیم را عبادت میکردن به شکل بت. یا مثلا امروز مسیحیان عیسی علیه السلام را عبادت میکنند، اما نماد عیسی چیه؟ صلیبی است که عیسی را معتقدن بر اون به دار زدن. لذا هر کسی در دنیا کسی را عبادت میکند، اما اکثر کسانی که در دنیا میگویند ما را عبادت بکنید، خب اینها هم خودشون آلوده و گرفتار شرک هستند که در این آیات این بحث آمده. حالا سوال هست که این کسانی که اینها عبادت میکنند اونها را، آیا اونها نمیتونند که به فریاد اینها برسند؟ نمیتوانند مشکلشون را حل کنند؟ نمیتونند عذاب را از اونها دفع کنند؟ اینجا قرآن میفرماید اونها خودشون تو عذاب گرفتارند. اونها خودشون در، البته اگر اونها فرشتگان باشند، اولیاء باشند، بزرگان باشند، اونها اونجا اظهار براءت میکنند. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نکردید، ما از عبادت شما خبر نداریم. این کنا
ان كنا عن عبادتكم لغافلین، ما از عبادت شما غافل بودیم. خدا را گواه میگیرن که ما خبر نداریم شما ما را عبادت کردید. حتی فرشته ها میگویند بار اله اینا ما را عبادت نکردند، بل کانوا یعبدون الجن، اینا جنات را عبادت میکردند، جنات اینها را فریب میدادند. خب اون بزرگانی را که عبادت میکردند، اون بزرگان اعلام براءت میکنند. اما کسانی مثل خودشون را که عبادت میکردند، اونها با اینها درگیر میشوند. الله تعالی اون درگیری را اینجا بیان فرموده. و اذ یتحاجون فی النار، الله میفرماید اون صحنه که با هم دیگه درگیر میشوند، با هم دیگه مباحثه میکنن، با هم دیگه منازعه میکنن. فی النار، در آتش جهنم. حالا دو گروه هستند، یک گروه تابع، یک گروه متبوع. یک گروه به اصطلاح راهنماهای شرک، رؤسای شرک، سردمداران مشرک، و یک گروه تابعین اونهایی که از اونها تبعیت کردند، اونهایی که پیروی کردند. حالا این پیروان میگویند، تابعان میگویند به متبوعان خودشون، میگویند به رئیس رؤسای خودشون، میگویند چی میگویند؟ فیقول الضعفاء للذین استکبروا، ضعیفان میگویند به مستکبرین میگویند، یعنی به همون کله گنده هایشون میگویند. چی میگویند؟ انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا تابع شما بودیم، هر چی شما میگفتید ما عمل میکردیم. حالا هم راهنماهای شرک هر چی میگویند پیروان اونها عمل میکنند. در این عرض کنم روش تبلیغ قدیم فرق میکرد با روش قدیم امروز. ما بر اساس روش قدیم، روش جدید خودمون میگیم. مثلا در این ماهواره ها، در این تلویزیون ها، یه سری افرادی، مجریهایی، راهنماهای شرکی نشستند و هی مردم را تشویق میکنند. مردم بیایید از عیسی مسیح بخواهید، بیایید از صلیب بخواهید، بیایید از فلان بزرگ بخواهید، بیایید از فلان آستانه بخواهید، حاجت شما رفع میشه، مشکل شما حل میشه، همه چیز درست میشه. خیلی ها هستند که این گونه راهنمایی میکنند. حالا این تابعین چی میگویند؟ انا کنا لکم تبعا، ما تابع شما بودیم، ما پیرو شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا شما می توانید دفع کنید از ما، دور کنید از ما بخشی از آتش را، بخشی از عذاب را؟ نمیتونید عذاب را تخفیف بدید، عذاب را بکاهید، کم کنید؟ این تابعان به متبوعان میگویند، پیروان به رئیس رؤسا میگویند، به رهبران شرک و راهنمایان شرکی که در دنیا اونها را راهنمایی کردند، در صفحات تلویزیون اونها را به شرک تشویق کردند، در مجلات و در مقالات و در کتابها سعی کردند که مسیر شرک خودشون را اثبات کنند و مردم را قانع کنند که بغیر از خدا دیگران را سجده کنند، بغیر از خدا از دیگران بطلبند، بغیر از خدا برای دیگران کرنش بکنند، برای دیگران سجده و طواف بکنند. اینها را میپرسند، میگویند که ما در دنیا تابع شما بودیم، در خط شما بودیم، در مسیر شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بخشی از این آتش را، بخشی از این عذاب را نمیتونی از ما دفع کنید؟ اونها چی میگویند؟ اونها میگویند حال زار ما را میبینید، ما هم با شما در همین آتش گرفتاریم. ما اگر کاری میکردیم برای خود میکردیم، ما برای خودمون نتونیم کاری بکنیم، برای شما از کجا میتون؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، اون مستکبران، اون راهنمایان شرک، اون رؤسای کفر و شرک، اونها میگویند انا كل فيها، ما همه در این آتش هستیم، همه تو همین بالاخره آتش میسوزیم. ان الله قد حکم بین العباد،
بدون شک خداوند بین بندگانش فیصله فرموده. فیصله برای من و شما همینه که من و شما ابدا تو جهنم بسوزیم، نه داد و فریاد بکنید، نه جز و فز بکنید، نه بالاخره ما را صدا بزنید، تحمل کنید. خلاصه وقتی که اینها از سمت رئیس رؤسای خودشون، از طرف راهنماهای شرکی خودشون این جواب منفی را میشنوند، باز اینا اونجا بیتابن، بیچاره ها به فکر نجاتند. اون وقت رجوع میکنن به کی؟ به فرشته ها، به خزانه جهنم، به داروغه های جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. میگویند اینایی که تو آتشند. کی میگوید؟ هم تابع و هم متبوع، هم رئیس و هم مرئوس، هم پیرو و هم اون راهنما، همه با هم میگن بریم به این خزانه بگیم برای من و شما شفاعت بکنه. میدونند که از این جهنم خلاصی نیست، ولی تخفیف، مرخصی، به اصطلاح مرخصی یک روزه میخواند. چه میگویند؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم. میگویند آنهایی که در آتش هستند به خزانه جهنم، به داروغه های جهنم، چی میگویند؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سبحان الله. اینها اینقدر ناامید هستند که امید به رهایی همیشگی از جهنم ندارند، یک روز تخفیف میخوان. ادعوا ربكم، از ربتون بخواهید، رب را فریاد بزنید، دعا کنید، یخفف عنا یوما من العذاب، تخفیف بده از ما یک روزی از عذاب، یک روزی از این جهنم به ما مرخصی بده، یه استراحتی بکنیم، یک هوای تازه بکنیم، دوباره ما رو بیاره. یعنی اینقدر این بیچاره ها در مضیقه هستند که برای یک روز هم خوشحال و خرسندند. اما داروغه ها چه جوابی میدهند؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات. آیا پیش شما پیامبران شما نیامدند با دلائل؟ نیامدند با مدرک؟ نیامدند با معجزات؟ نیامدند شما را تفهیم نکردند؟ شما را راهنمایی نکردند که خدای واحد را عبادت کنید؟ اینها چه جواب میدن؟ قالوا بلا، میگن بله آمدند. از اینجا معلوم میشه، از مفهوم مخالف این آیه یک چیز معلوم میشه. بعضی وقتا عزیزان هم میپرسن که کسانی که برای اونها پیامبر هیچ نیامده و دعوتی به اونها نرسیده، به اصطلاح علما در زمان فترت بودند، هیچ دعوتی به اونها نرسیده، اونها خدا را نشناختند، اون گونه که باید عبادت بکنند عبادت نکردند، برای اونها امیدی هست، امید نجاتشون هست. از اینجا معلوم میشه که هست کسانی که به شرط اینکه شرک نکرده باشند. با چه دلیلی شرک کردند؟ شرک اگر نکردند هیچ پیامبری نیامده، هیچ دعوتگری هم دعوت نرسونده به اونها برایشان امیدی هست. به همین خاطر اینها را میپرسند مگر دعوتگران نیامدند؟ انبیا نیامدند؟ قالوا بلا، چرا آمدند. پس وقتی که آمد از ما نخواهید ما دعا بکنید. قالوا فدعوا، خودتون دعا کنید. عجب، پس در جهنم میشه دعا کرد؟ آیا کافر میتونه دعا بکنه؟ الله میفرماد نه، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. دعای کافرین نیست مگر بی اثره، بی فایده هست، هر چی دعا بکنند. عزیزان این اعتقاد ماست، چون محل اجابت دعا دنیاست. البته دعای مؤمنین در آخرت هم پذیرفته میشه. خیلی چیزها مؤمنین تمنا میکنند، برای عزیزانشون شفاعت میخواهند از الله، الله میپذیرد. اما کفار در دنیا امکان داره دعایشون قبول بشه، چون دنیا بالاخره
عمل هست و دار امتحان است، دار جزا نیست. خداوند در دنیا به مؤمن هم فرزند میده، به کافر هم میده. به مؤمن هم رزق و روزی میده، به کافر هم میده. به مؤمن سلامتی میده، به کافر هم میده. دعای مؤمن را هم قبول میکنه، دعای کافر را هم چه بسا قبول میکنه. مگر ابلیس بزرگترین کافر که قرآن میفرماد ابا واستکبر و کان من الکافرین، کافر شد با انکار سجده آدم، اما بعد از اون دعا نکرد. قال انظرنی، خدایا من مهلت بده. الله دعایش را قبول کرد، گرچه کامل قبول نشد، یه درصدی قبول شد. قال انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. چرا؟ بهت فرصت دادم. معلوم میشه در دنیا اگر کافری دعا بکنه دعایش قبول میشه، پس وقتی که دعای کافر در دنیا قبول میشه دعای مؤمن چرا نشه؟ به طریق اولا میشه. لذا کافری فرزندش مریضه دعا بکنه امکان اجابت دعاست، اما در آخرت نه. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دعای کافرین نیست مگر بی اثر، بی فایده، بی سود، اصلا سودی برایشون نداره. لذا این نتیجه شرک، نتیجه عبادت غیر خدا و حاجت طلبیدن، استعانت خواستن، سجده کردن، کرنش کردن، نظر و نیاز دادن، طواف کردن برای غیر خدا، این نتیجهش هست که اونجا هرچی متوسل میشن به اون راهنماهایشون، اون راهنماهای شرک میگه ما هم همینجا گرفتاریم. الله عزوجل به همه من و شما عقیده صحیح، ایمان صحیح و باور صحیح به کلام الله مجید عنایت بفرماید و به ما توفیق عمل عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.